جئت لكي أدري لأزيل الحيرة من أمري. فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري. لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالك يا أهل الذكر. لسؤالي جئت لكي أدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. با یاد و نام الله متعال برنامه امروز را آغاز میکنیم. برنامه پرسش و پاسخ. در خدمت شما عزیزان و سروران هستیم با برنامه‌ای که در روزهای دوشنبه همیشه و متعلق به خود شما هست در مهمان خانه‌های شما میشویم. در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان عزیز هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بنده خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند در ادب و سلام و وقت بخیر دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب عالی انشاءالله خواهم بود. سلامت باشین. بینندگان عزیز، طبق روال معمول همیشه از سوالای SMS که شما بینندگان میفرستین سوالها را از جناب مولانا میپرسیم و انشالله شما میتوانید از طریق تماس تلفنی، از طریق پیام‌های صوتی و فرستادن سوال به ایمیل با ما در تماس باشین و ابتدا از طریق SMS که سوال فرستادین سوالها را مطرح میکنیم. بیننده پرسیدن: زنی که دارای فرزند می باشد و شوهرش فوت کرده و بعد از چند وقت با مردی که خودش متأهل می باشد ازدواج می کند، آیا فرزندان آن مرد که از زن اول می باشند با فرزندان زن دومی که شوهرش فوت کرده محرم می شوند؟ اگر محرم می شوند آیا این محرمیت ادامه دارد، یعنی شامل نوه و نتیجه هم می شود یا نه؟ میشه دوباره سوالو بخونیم؟ طولانی بود. بله. زنی که دارای فرزند می باشد و شوهرش فوت کرده و بعد از چند وقت با مردی که خودش متأهل می باشد ازدواج می کنند، آیا فرزندان آن مرد که از زن اول می باشند با فرزندان زن دومی که از شوهری که فوت کرده هستند محرم می شوند یا نه؟ سوال این است. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. در صورتی که دو تا زن و مرد با همدیگر ازدواج بکنند، یعنی هر دو نفر ازدواج دومشون هست، یک زن و مردی با همدیگر ازدواج میکنن، هر دوتا ازدواج دومشون هست، هم زن از شوهر قبلی خودش بچه دارد و هم این مرد از زن قبلی خودش بچه دارد. الان بچه هاشون با همدیگر محرم هستند یا خیر؟ نه، محرم نیستند. یعنی این زن که از شوهر قبلی خودش بچه داشته و این مرد که از زن قبلی خودش بچه داشته، این بچه هاشون با همدیگر محرم نیستند و می توانند با همدیگر ازدواج بکنند. حکمشون کاملا حکم نامحرم هست و می توانند با همدیگر ازدواج بکنند مگر بچه های مشترکشون، مگر بچه های مشترک. یعنی اگر از این ازدواجی که انجام دادن، اگر فرض کنیم که صاحب دختر یا پسری بشوند، این بچه های مشترک با بچه های هر دو نفرشون محرمند. توجه شدید؟ بچه های مشترک این حاصل ازدواج دومشون، هر بچه‌ای که به دنیا بیاد با تمام بچه های زن از شوهر قبلیش و مرد از زن قبلیش با هم دیگر محرمند. یعنی خواهر و برادر به اصطلاح مادری یا پدری میشوند، اینا مشترک هستند و با همه محرم هستند. اما اون فرزندانی که از زن هستند و این زن از شوهر قبلیش داشته یا تنها از شوهر هستند و شوهر از زن قبلی خودش داشته، با هم دیگر هیچ گونه ارتباطی رو ندارند و ازدواج میان اونها جایز هست. و به تعبیر دیگر که ازدواج با خواهر برادر پدری جایز هست. ازدواج
با خواهر برادر پدری جایز هست که میتواند با هم دیگر ازدواج بکنند. یک فرض کنیم که دو نفر با هم دیگر ازدواج کردند، الان از این ازدواج یک برادری چکار شده، یک فرزندی پسری به دنیا آمده و این برادری که دارد، یعنی این برادر الان برادر پدریش هست، این برادر پدریش یک خواهری قبلا داره از مادر خودش، از این در این صورت ازدواج اشکالی نداره و جایز است. به تعبیر به اصطلاح گویاتر، ازدواج فرزندان زن که از شوهر قبلی داشته با فرزندان شوهر که از زن قبلیش بوده، هر دوتا از نظر شرعی با هم دیگر محرم نیستن، میتونن با هم دیگر ازدواج بکنن. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که آمدن فکرهای ناخواسته کفری به ذهن آدم که غیر ارادی است چه حکمی دارد؟ انسان مکلف هست اعمالی را که در اختیار انسان هستند، اعمال ارادی هستند، اینها را به عنوان تقرب، اعمالی را که عبادت هستند خاصا برای الله متعال انجام بدهد که در مقابل چنین اعمالی الله متعال انسان را پاداش میدهد، و اعمالی را که در اختیار انسان هستند و در شریعت آمده که این اعمال را انجام ندهید، به خاطر انجام ندادنش الله متعال انسان را ثواب میدهد. یعنی به خاطر انجام طاعت و به خاطر ترک معصیت الله متعال انسان را پاداش خواهد داد و این مفهوم عبادت و طاعت و بندگی هست. اما اعمال غیر ارادی را و من جمله افکار غیر ارادی را فرق نمی کند این عمل یک عمل زبانی باشد، یعنی گفتار زبانی باشد، یا یک عملی باشد که با جوارح و اعضا انجام گرفته، یا یک اندیشه و گمانی باشد که در ذهن انسان به صورت ناخودآگاه و ناخواسته به وجود میاد. الله متعال در مورد این موارد انسان را مؤاخذه نمی کند، زیرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان الله تجاوز لامتی الخطأ و النسیان و ما استکرهوا الیه، یا در روایت دیگر میفرمایند که تجاوز الله لامتی عما حدثت به نفسها، که الله متعال امت مرا معاف کرده از مواردی که ناخواسته در ذهن انسان به وجود میاد. این موارد را الله متعال مؤاخذه نمی کند، گناهی ندارد، وسوسه شیطانی هست و برعکسش هم، یعنی این موارد دلیل بر ایمان انسان هست، دلیل بر ایمان انسان هست که احیانا یک سری فکرها و خیالاتی در ذهن انسان به وجود میاد که انسان آزرده می شود، ناراحت می شود، حتی آرزو می کند که بمیرد، اما این خیال و گمانهای کفرآمیز در ذهنش به وجود نیاید. این به خاطر ایمانش است، وگرنه شخصی که کافر هست حتی از بر زبان آوردن این گونه افکار یا عملی کردن این گونه افکار هیچ گونه ابایی را ندارد. این که انسان آزرده می شود این دلیل بر ایمانش هست و منتها انسان سعی بکند که هر وقتی که این گونه افکار در ذهنش اومد با گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا لا حول ولا قوة الا بالله یا خواندن معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یا آیت الکرسی یا به صورت کلی وضو گرفتن و نماز خواندن، این سعی بکند که این راه این افکار را در واقع بر خودش ببندد و اگر ناخواسته فکری در ذهنش اومد این رو الله متعال مؤاخذه نخواهد کرد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی پرسیدن که 500 سکه تمام با بهار آزادی مهریه همسرشان بوده. ایشان فوت نمودن و یک دختر و یک پسر از ایشان دارند که تحت تکفل خودشان هستند. پدر و مادر و خواهران و برادران ایشان نیز در قید حیات هستند. گفتند که لطفاً در مورد تعهد پرداخت مهریه به هر یک از وارثان راهنمایی فرمایید. مهریه حق مسلم و انحصاری و اختصاصی زن هست، یعنی از نظر شرعی مهریه‌ای که در ازدواج به عنوان یک مهریه مسما یعنی نامگذاری می شود و بر اساس آن این عقد ازدواج صورت می گیرد، این صرفاً حق خود زن هست و حق دختر هست و به هر کیفیتی که بخواهد این رو می تواند که مصرف بکند. پدر و مادر در حیات این دختر و زن هیچ گونه حقی را که تملک بکنند این را ندارند، اساساً حق خود دختر هست و هر جایی که دختر بخواهد می تواند که این را در واقع به مصرف برساند. اما بعد از وفات این جزء ترکه هست،
بعد از وفات، بالفرض اگر که این خانومی وفات کرد، مهریه‌ای که بوده چه اون مهریه را دریافت کرده باشد یا هنوز دریافت نکرده بر ذمه شوهر هست. در هر دو صورت این به عنوان ترکه و مال میراث شمرده می شود. و هر کسی که وفات می کند باید نگاه بکنیم که وارثانش چه کسانی هستند، چه افرادی از نزدیکانش و خویشاوندانش درجه یک وجود دارند که از این فرد در واقع میراث میبرند و بر اساس سهمیه میراثی که در قرآن کریم تقسیم شده و بیان شده، بر اساس آن هر کسی سهمیه خودش را میبرد. ایشون گفتند که خانومشون فوت کرده، الله متعال انشاءالله که ایشون رو و تمام رفتگان مسلمانان رو رحمت بفرماید، و مهریهشون بوده 500 سکه طلا و الان بعد از خودشون خود این شوهر مونده و پدر و مادر خانمش هست، به اضافه فرزندانش که یک دختر و یک پسر هستند، یعنی مجموعاً 5 نفر اینا هستند. تمامی این موارد رو الله متعال سهمیهشون رو در قرآن کریم کاملا مشخص فرموده. به طور مثال در مورد پدر و مادر الله متعال در سوره نساء در آیه میراث این رو بیان فرمودند که ولی ابویه لکل واحد منهم السدس مما ترک ان کان له ولد. اگر یک فردی فرزند داشته باشد، اگر یک فردی تفاوتی نداره که مرد باشه یا زن باشه، فرزند داشته باشد در صورتی که وفات بکند و بعد از خودش یک مالی رو به عنوان ارث باقی بگذارد، سهمیه پدر و مادر مشخصه. 1/6 کل این مال از آن پدر هست و 1/6 کلش از آن مادر هست. پس بنابراین سهمیه پدر مشخص شده، 1/6 یعنی از 500 سکه 1/6 باید برسه و همچنین سهمیه مادر هم مشخص هست که 1/6 هست. و در مورد خود این شوهر در صورتی که زن فرزند داشته باشد ربع میبرد، یعنی 1/4 این مال از آن شوهر هست، زیرا که الله متعال میفرماید که فإن کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن. اگر زنان شما فرزند داشته باشند پس بنابراین 1/4 مال باقی مانده مال شما هست به عنوان حق میراث شما. پس بنابراین پدر 1/6، مادر 1/6، شوهر در این صورت 1/4 در واقع حقش هست و باقی مانده مال هرچی بود در میان دختر و پسر تقسیم می شود. باقی مانده مال هرچی باشه، یعنی درصدی مشخص نیست برای دختر و پسر. باقی مانده مال به صورت کلی هرچی باقی ماندهش در میان دختر و پسر تقسیم می شود و پسر 2 سهمیه دارد و دختر 1 سهمیه، زیرا که الله متعال میفرماید یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، که پسر 2 برابر سهمیه دختر میراث میبرد. اونم به خاطر یک سری واقعیت های زندگی که در زندگی وجود دارد. این پسر مجبور هست که حتی در واقع برای خرج پدرش رو مادرش رو در صورتی که وجود داشته باشه یا خواهر و برادرای کوچکتر خودش رو پرداخت بکنه و یا اینکه خودش برود مهریه بده از زن بگیرد. اما بر زن چیزی لازم نیست، بر خواهر لازم نیست که خرج برادر خودش رو در واقع بده و در مقابل میبینیم که خود این زن به اندازه‌ای که این پسر سهمیه بالاتری برده، این سهمیه رو برده داده یک جای ازدواج کرده به عنوان مهریه اون رو تقدیم کرده. اما این زنی که سهمیش کمتر شده، نصف سهمیه برادرش هست، این میره یک جای ازدواج میکند و مهریه دریافت میکند، مجبور نیست که یک چیزی رو به عنوان در واقع مهریه پرداخت بکند. پس بنابراین این مشخص است سهمیشون 1/6 حق پدر هست، 1/6 حق مادر هست و 1/4 حق شوهر هست و باقی مانده تقسیم می شود در میان در میان دختر و پسر. و در این صورت کل مسئله رو از 36 هست، یعنی کل 500 سکه رو تقسیم بکنن بر 36. 500 سکه تقسیم بر 36 باشه و حاصل این تقسیم ضرب بر سهمیشون باشه. حاصل این تقسیم ضرب میشه در سهمیشون، که یعنی حاصل تقسیم ضرب در 6 باشه، سهمیه پدر مشخص میشه، دوباره ضرب در 6 بکنن، سهمیه مادر مشخص میشه، ضرب در ربع بکنن، یعنی ضرب در
در ربع بکنند و سهمیهش که از 36 که تقسیم بکنن، وقتی 36 تقسیم بکنند میشود 9 حاصلش به وجود پیدا میشه و سهمیه دختر و پسر رو هم به همین صورت، یعنی وقتی 36 رو ما تقسیم بکنیم که یعنی از 36 وقتی که تقسیم بشه 1/6 که بدیم 6 هست برای پدر و 6 برای مادر و 1/4 که 9 میشه برای شوهر و باقی ماندهش که مونده که 15 مونده لذکر مثل حظ الانثیین 10 تا مال پسر هست و 5 تا هم مال دختر هست. حاصل تقسیم 36 500 در 36 رو حاصل تقسیمش رو ضرب بکنن در این موارد و هر کسی به اندازه سهمیتش چه اندازه شد اون سهمیه رو خواهد برد. به صورت کلی توضیح 1/6 کل مال از این 500 سکه مال مادر هست، 1/6 مال پدر هست، 1/4 مال شوهر هست، باقی ماندهش رو برادر و خواهر با هم دیگر تقسیم میکنن. سهمیه برادر 2 برابر هست و سهمیه خواهر 1 برابر. جزاکم الله خیر. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم که شماره تماس بینندگان عزیز رو زیرنویس بکنن و از بینندگان نیز خواهش میکنم که سوالاشون را آماده داشته باشن به صورت مختصر و لطف کنید وقتی که تماس میگیرین از طریق گوشی تلفن به صحبتتون ادامه بدین، منتظر نباشین صداتون از طریق تلویزیون بشنوین. بیننده بعدی گفتن که بنده بعد از وضو احساس میکنم یک قطره از ادرار ازش خارج میشه. هر وقت وضو میگیرن تقریبا گفتن بعد از 10 دقیقه چند دقیقه بعد احساس میکنن که ادرار ازشون خارج میشه. گفتن چیکار کنن؟ در مواردی که این به عنوان یک بیماری مزمن و ادامه دار نیست، یعنی احتمال داره که بعد از این که از اجابت مزاج برگرده شاید یک قطره بعد از 10 دقیقه به طور مثال بعد از 5 دقیقه مثلا خارج بشود. این باید صبر بکند بعد از اون 10 دقیقه یا 5 دقیقه وضو بگیرد. اگر به صورت یک بار هست صبر بکند، وقتی که مطمئن شد که کاملا پاک شده و احتمال چکیدن ادراری وجود نداره بعد از آن برود وضو بگیرد. اما در صورتی که انسان مبتلا به یک بیماری باشد که نتواند که ادرار خودش رو یا باد شکم خودش رو کنترل بکند، این از نظر شرعی معذور شمرده می شود و وضوی معذور و حکم معذور به این گونه هست که بعد از دخول وقت نماز باید وضو بگیرد. بعد از این که برای هر نمازی از آن گفته شد این فرد باید وضو بگیرد و بعد از آن برود نماز بخواند، ولو این که در هنگام نماز و بعد از وضویش احساس بکند که قطراتی از ادرار چکیده، باز هم نمازش صحیح هست و درسته تا زمانی که وقت نماز بعدی بیاد. برای هر نمازی باید به صورت جداگانه وضو بگیرد و با هر وضوی میتواند یک فرض رو و یا فرض‌هایی رو که قضا شده در اون وقت بخواند به اضافه نمازهای نفل و سنتی رو. با گذشتن وقت وضویش باطل می شود، یعنی وضوی فرد معذور با ادرار یا با خروج باد باطل نمی شود، بلکه با خروج وقت یعنی که وقت نماز برود وقت نماز بعدی بیاد با این باطل می شود. جزاکم الله خیر. تماس بینندگان عزیزم وصله و باز از بینندگان عزیز خواهش میکنم که از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنن و سوالاشون هم مختصر داشته باشن. اولین بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله سلام علیکم، بیاره خسته نباشه. سلامت باشین، در خدمت شما هستیم. یک سوال داشتم، ببخشید که از تلویزیون پخش نمیشه صدای من میاله؟ من تکرار میکنم که از طریق تلفن حرفتون ادامه بدین، بعدا صداتون میشنویم. ام بهتر است به خاطر سوالم اگر پخش نشه بهتر است. یک دوستم سوال کرد صداتون الان در تلویزیون داره پخش میشه. بعد از برنامه خب میشه والا میره قید کنی؟ والا بعد از برنامه تماس بگیرن. خب یک بار میگم خیر ان شاء الله. یک دوست ما همیشه ما میگم که نماز بخوان، میگه که نمیخوانم تو بسیار تنبلی میکرد. بالاخره یک دوست برای من گفت من یک مشکل دارم. تو مشکل تو چی است؟ من که هر بار وضو میکنم مثلا میرم سر نماز سر جای نماز خود میکنم که نماز خود بخونم اما نمیتونم خواندم مثلا وضویش مشکل نمیتونه نماز باز دوباره بعض وقت دوباره چه کار میشه؟ ببخشید گفت وقتی نماز میخونن در وسط نماز خواندنشان وضویشان میده میشه، نمیتونه که مشکل داره دیگه، اما باز نمیتونه که نماز باز بار دوم هم میتونم وضو میگیره بازم نمیشه. درست. اما این رو فقط
میگه نماز ما کامل میشه مگه بار اول وضو کنم یا بار دوم نماز چه رقم میشه برای یک مسلمان هستم. درست. سوال واضحه، انشالله پاسخ دریافت میکنید. قربان. سلام علیکم. تشکر میکنم شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. جانم خسته نباشی. خدمت سلام استاد بزرگوار. یه سوال داشتم از خدمتتون. بفرمایید. عرضم حضور شما، از بدن مرد یه آب سفیدی بیاد، ببخشید میخواستم از استاد زحمتشو بکشی واسمون یعنی بدنمون کثیف میشه چجوری بشه، ممنون میشم. سوال دیگه هم دارین؟ جان نه، دست شما در نکنه، خدا انشالله خیرتون بده. ممنون، خدا حافظ. خدا نگهدار شما. تشکر میکنم شما. بیننده بعدی رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. من هم عرض سلام و ادب داشتم خدمت شما و جناب علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. جناب استاد، من سوال داشتم راجع به تلویزیون های افغانستان. بله بله میشنوین جناب استاد؟ بله بله. در چینل های افغانستان جناب استاد بعضی های سریال های مبتذل نشر میکنم و من هم در خانواده مادر و همشیرهای من میاره میگم که می برنامه رو خیلی نکنن و ایشان همراه من مخالفت میکنه و قهر میشه بالای من، خصوصا مادرم که بسیار قهر میشه. آیا ما به این کار گناهکار میشم یا نه؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر برادر، خدا. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ما محمد زلکف هستم، از افغانستان با شما هم کلام هستم. ما میخواستم یک سوال داشته باشم از جناب مولوی محترم. بفرمایید، صدای شما پخش میشه و سوالتون لطفا. و سوال من است که جناب محترم شما میشه در رابطه با نکاح مسیار برای ما کم معلومات بتین و جوازش چگونه هست؟ سوال دیگه هم و دارین؟ سوال دومی است که روح انسان با روح حیوان چه تفاوت داره؟ سوال دیگه هم دارین؟ این تشکر. فقط التماس دعا دارم از شما. وقت داشته باشین. خداحافظ. سلامت باشین. موفق باشین. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. لطفاً سوال شهریتون. 6 سوال دارم استاد. بفرمایید. خون وضو را باطل میکند اگر بسیار خارج شود؟ اگر خون بسیار خارج شود بله. وضو را باطل میکند؟ سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگر ناس روزه رو میشکنه؟ چی؟ ناس. ناس بله. درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال دیگر 2 بار از آن گفتن در نماز جمعه چه حکم دارد؟ سوال بعدی؟ سوال دیگر در نمازهای جهری خواندن سوره فاتحه بر مقتدی ها از پشت امام لازم است؟ بعض علماء میگویند که لازم است. حدیث پیامبر را دلیل میارند که لعلهم تقربون خلف امامکم لا تفعلوا الا بفاتحه الکتاب. همین حدیث را دلیل میارند. درست. سوال دیگر استاد، پیامبر صلی الله علیه و در حدیثش میفرماید که کل بدعت ضلاله و حضرت عمر رضی الله عنه میگوید که نعمت البدعه هی. در این باره استاد معلومات میدونم. درست. سوال دیگه آخرین سوالتون بودین؟ آخرین سوال استاد، بدعت شرعی حسنه و سیئه میشود؟ یک عالم میگوید که در میان 4 مذهب بدعت حسنه و سیئه هست، هیچ اختلاف نیست. سلفی ها به این را اختلاف انداختند.
همین در همین باره هم استاد معلومات میدیدم. درست. تشکر میکنم از شما. دستتون در نکنه، زنده باشید. سلامت باشین. تشکر میکنم بیننده گرامی. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی. سلام علیکم. علیکم السلام. در خدمت شما هستیم. ببخشید در شرایط فعلی جهاد با اردوی افغانستان جواز دارد یا خیر؟ سوال دیگه هم دارین؟ دست درد نکنه، همین سوال ماست خلاص. سلامت باشین. ببخشید مزاحم شدم. خدا خدا نگهدار شما. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. برادر محترم، قبل شو یک دوستای ماست به خاطر که معیوب است، یک پای نداره، فهمیدی؟ معذور است، کاربار نمیتونه. الحمدلله پول داره ولی در اینجا نماز نمیخونه، میره جایی که به حسابی که مردم پیسه میته، از اون دموجه میره به خاطر پیسه میره اوجه که نمیره کمک کنه. یعنی از 10 مسجد تیر میشه میره اوجه. بله بفرمایید ادامه بدین. میگم فهم مثلا میره به خاطر پول، یعنی پیسه میره دیگه، به خاطر پول میره. ها دیگه از 10 مسجد تیر بشه اوجه میره. درست. نماز چی خمیس جایز میشه نمیشه. درست. سوال دیگه هم دارین؟ نه تشکر میکنم از شما. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. یک دو سوال داشتیم. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اولمون همین که آیا جن ها به انسان ضرر رسونده میتوانند؟ اگر ضرر رسونده توانند راه امین بودن از جن ها چی است؟ من اگرتون رو متوجه نشدم دنبالش. یعنی صداتون پایینه. اگر جن ها به انسان ضرر رسونند راه امین ماندن از آنها چی درست. سوال دوم این بود که من به شهر رفته بودم برای کار. هنگام کار به لباسهای ما به نماز شدن لباسها. آیا نماز رو قضا خونیم یا یکان چیکار کنیم این حالت؟ درست. سوال دیگه ندارین؟ سوالی دیگر هم داشتیم. بفرمایید. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آیا حضرت عمر رو بشارت میدن که بعد از من پیامبر میشد یا حضرت علی را؟ ما این رو از علمان همین محله خود شنیدیم. درست. تشکر میکنم از شما. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بفرمایید. سوال شریعتون؟ بخشین صداتون خیلی پایینه. اگه لطف کنین یکم بلندتر صحبت کنین. بنده گرامی صدای شما وصله. سوال شریعتون لطفا. سلام علیکم. برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. علیکم السلام. ما یک سوال شرعی داشتم. بفرمایید. خدمتتون عرض میکنم. با سپاس فراوان از برنامه خوبتان. سلام خدمت شما و مولانا صاحب عبدالقدوس دیقان و رسم احترام. سلام دستایشان میبوستم. من یک سوال شرعی داشتم. در خدمت شما هستم. پدرم یک تعمیر داشت که به تعداد 6 اتاق داشت. پدرم
پدرم یک اتاقش را در حق مهر خانم من در نکاحتش تحریر نموده و در پایینش امضا نمود. این منظور یک اتاق یعنی یک خونه کامل سرویس خونه یا یک اتاق؟ بله یک خانه کامل بود. بله، که در 6 اتاق داشت. یک اتاقش را به مهر خانم شما تحریر نموده بود و امضا نموده بود و پدرم فوت شد و عموی من تعمیر را در غیاب ورثه به مبلغ 120,000 دلار فروخت و برای ورثه هیچ مبلغ پول تحویل نداد. فعلا 120,000 دلار تقسیم 6 اتاق 20,000 دلار پول یک اتاق می شود. آیا سوال من این است که آیا من این مبلغ پول که 20,000 دلار می شود به خانمم من حیث حق مهرش تحویل بدهم یا خیر؟ در حالی که اقتصاد من خوب است من می توانم این مبلغ پول را به خانمم تحویل بدهم. این یک جزء سوالم بود آقای مولانا صاحب. و یک مطلب دیگرم در خدمتتان عرض می کنم که من 3 سال قبل بله 3 سال قبل خانمم مرا از خانه بدون کدام علت شرعی توسط پلیس خارج کرد و میگوید که در آینده نمیخواهد با من زندگی کنند. لطفاً بگویید که شریعت اسلامی در زمینه چی حکم میکند؟ آیا من مهر خانمم را بدهم یا خیر؟ در حالی که در 2 ناحیه مختلف زندگی میکنیم اما هنوز از همدیگر طلاق نگرفتیم. با سپاس فراوان ما از تلویزیون جواب سوال خودم میشنوم. انشالله. اگر سوال دارین ما در خدمت است. اون سوال نیست در این زمینه؟ سوالتون انشالله واضح است و انشالله پاسخ در بله 120,000 دلار بود. بله. که 20,000 به خانمتون میرسه دیگه. 1000 دلار و ما 20,000 دلار من حیث حق مهر برای خانمم بدم در حالی که ما 20,000 ما نگرفتیم. درست. و فعلا ما توانش دارم اما خانم مرا از خانه بیرون کردن نمیخواهد آینده با ما زندگی کنه. آیا شریعت چی میگه؟ ما چی کار کنم؟ درست. تشکر میکنیم از شما و تماس بعدی بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. من راجع به نماز اشراق سوال دارم که نماز اشراق و نماز دعا یک نماز است و یا فرق داره و ای که چقدر رکعات خوانده شد بهتر است و در کدام وقت بر خانم‌ها توضیح بدین بهتر است بر ما. تشکر بسیار زیاد. و یکی راجع به مولانا میخوایم که در کجا تحصیلات خود به پایان رسانده. انشالله. تشکر بسیار زیاد. خداحافظ. سلامت باشین. تماس بعدی بیننده میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. در خدمت شما هستیم. برنامه وصال حق. وصال حق و سوال شرعیتون لطفاً. خوشی یعنی انتحاری یک سوال داشتم. انتحاری که حرام است یا چی در نظر شرعی که سوال دیگه دارین؟ نه این سوال من بود. تشکر میکنم. سلامت باشین. آخرین تماس بیننده رو میگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصله و سوال شرعیتون لطفاً. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ببخشید از تاجیکستان تماس میگیرم. مسئله همینه که وقتی آدم فوت میکنه وقتی میبرن تا قبر میگذارنش همین روح انسان جواب میده یا خود روح میاد تو بدن انسان زنده میشوه و پیش ملائکه ها جواب میگوید. درست. سوال دیگه هم دارین؟ سوال من واضحه؟ بله بله. نه تشکر، همین من خواستم سوال کنم. تشکر از برنامه خوبتون. سلامت باشین. تشکر میکنیم از شما. در اینجا با هم بینندگان عزیز یک میان برنامه میبینیم و دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود و انشالله اگر وقت شدم سوالای جدید شما را از طریق تماس تلفنی خواهیم گرفت. با ما باشین.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. و چون با الله پیمان بستید به پیمان الهی وفا کنید و سوگندها را پس از تأکید آن نشکنید، در حالی که الله را بر خود نگهبان ساخته اید. بیگمان الله از کردارتان آگاه است. و مانند آن زنی نباشید که نخهای تابیده اش را پس از محکم تابیدن باز می کرد. شما نباید سوگندهایتان را در میان یکدیگر دستاویز نیرنگ و خیانت قرار دهید به بهانه اینکه گروهی از گروه دیگر بیشتر است و جز این نیست که الله شما را با آن می آزماید و به طور قطع روز قیامت آنچه را در آن اختلاف داشتید برایتان روشن می سازد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده پرسیدن که دوستی دارن که دیده متوجه شدن که نماز نمیخونن و هر وقت هم بهشون میگفتن که نماز بخون تنبلی میکردن. بعد دوستشون گفتن که من وقتی که نماز میخوانم سر نماز وضویم میشکند و هر وقت هم این کار دوباره تکرار میکنم باز وضو میشکند. گفتن چه کار باید بکنم؟ این مسئله همون مسئله است که قبلا توضیح دادم در مورد کسانی که مشکل دارند و نمیتوانند که وضوی خودشون رو نگه دارند. حکمشون این است که وضو بگیرند و نماز بخوانند، ولو این که در هنگام نماز و در اثنای نماز وضویشون بشکند. هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی رو ندارند. به دلیل این که کسی به خاطر بیماری نمیتواند وضوی خودش رو کنترل بکند، جایز نیست که نماز رو ترک بکنند و بدین خاطر نماز از انسان ساقط نمی شود. حتما باید نماز بخوانند. وقتی که از آن گفت وضو بگیرند برند نماز بخوانند، ولو این که وضویش بشکند، ولو این که لباسش هم نجس بشود، دیره که چاره غیر از این وجود ندارد. به این بهانه که نمیتواند وضو را کنترل بکند مجبور است که چند مرتبه برود وضو بگیرد و بعد از این وضو بگیرد دوباره همین اتفاق براش میافتد، این دلیلی برای ترک نماز نیست. برود وضو بگیرد و نماز بخواند، ولو این که در هنگام نماز قطری از ادرارش بچکد و وضوش بشکند و حتی بر لباسش اصابت بکند نجس بشود، باز هم هیچ گونه اشکالی ندارد. این فرد معذور هست و نمازش هم صحیح خواهد بود. درست. جزاکم الله خیر. آبی که از بدن مرد، آب سفیدی که از بدن مرد بیرون می آید، آیا این کثیف است و چیست؟ در مورد مایعاتی که از بدن مرد، در واقع از عضو تناسلی مرد یا زن خارج می شود، در دوتاشون به صورت کلی این بر 4 قسم تقسیم می شوند و هر یکی حکم خاص خودش رو دارد. بعضی یعنی مواردی هست که با هم دیگر یک حکم مشترک دارند و برخی دیگر حکم جداگانه رو دارند.
این مایعات 4 گونه هستند. اولی که ادرار هست که مشترک است بین هم مرد هست و هم زن. این مواردی که عرض میکنم تفاوتی بین مرد و زن وجود نداره. ادرار هست که نیازی به تعریف ندارد و همه میدانند. غیر از ادرار یک مایع دیگری هست به نام ودی شمرده می شود. نام ودی اونم مایع غلیظ و شفافی هست که معمولاً و احیانا بعد از ادرار خارج می شود. در آخر ادرار احیانا مایع سفید رنگی و که غلظت دارد، شفاف هست، خارج می شود. این اسمش هست ودی. غیر از این یک مایع دیگری هست که در هنگام تحریک جنسی خارج می شود. وقتی که انسان به فکر موارد جنسی باشد ترشحاتی از اون خارج می شود و این حکمش مزی هست. این 3 مورد هستند. اینها از نظر حکمی این است که همهشون جزء شکننده های وضو هستند. همهشون جزء شکننده های وضو هستند. یعنی با خروج ادرار یا با خروج مزی یا ودی، این هر مایعی که از بدن انسان از مخرج طبیعی جلو یا عقب خارج بشود، هر چیزی که باشد شکننده وضو هست. پس بنابراین هم ادرار و هم مزی و هم ود اینها تمام شکننده وضو هستند و به اتفاق علما هر 3 مورد هم نجسند. هر 3 مورد هم نجس هستند. یعنی اگر ادرار یا همچنین مزی و یا ودی بر بدن انسان یا لباس انسان اصابت بکند، حکمش این است که بدن و لباس نجس شده و حتما باید شسته بشود. روایت معروف حضرت علی رضی الله تعالی عنه و مقداد هست که از رسول الله صلی الله علیه وسلم سوال فرمودند و ایشون گفتند که وضو بگیرند و لباس خودش را و بدن خودش را تمیز بکنند. یعنی این که و در مورد ادرار هم صراحتا روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم عبور کردند از کنار 2 تا قبر و فرمودند که انهما لا یعذبان و ما یعذبان فی کبیر. این 2 نفر در حالت عذاب دیدن هستند و شاید که عذاب اونها به خاطر یک مسئله بزرگی نباشه و فرمودند که یک از اونها سخنچینی میکرد و اما الاخر فکان یا لا یستتر من بوله. نفر دوم از ادرار خودش پرهیز نمیکرد و دلایل بر نجاست ادرار هم فراوان هست. پس بنابراین این 3 مورد هم نجس هستند، چه بر بدن باشند یا لباس باشند، و همین که هر 3 تاشون شکننده وضو هستند. یعنی این که بعد از این موارد کافی هست که انسان برود وضو بگیرد. غسلی لازم نیست، نه به خاطر ادرار و نه به خاطر مایعات دیگر که مزی باشد یا ودی باشد، غسلی لازم نیست. وضو می شکند و برای حصول طهارت دوباره باید وضو بگیرد. مورد 4 منی هست. مورد 4 منی یا آب شهوت هست که حکمش متفاوت با این 3 مورد دیگر هست. جمهور علما نظرشون بر این است که این مورد هم جز موارد قبلی هست در حکمش از حیث نجاست. از حیث نجاست جمهور فقها نظرشون بر این است که منی هم مانند موارد دیگر نجس است. اما در مورد حکمش سنگین‌تر از حکم بقیه هست. این 3 مورد به عنوان شکننده وضو بودند، حدث اصغر شمرده می‌شوند، یعنی ناپاکی اصغر و کمتر، و موردی که با خروج منی می‌شود این حدث اکبر هست و حدث اکبر با وضو برطرف نمی‌شود. این 3 مورد قبلی وضو گرفتن کفایت می‌کرد و با وضو انسان پاک می‌شد، اما مورد 4 حتما باید انسان غسل بکند. الان این خروج منی که چه به خاطر همبستری باشد، چه به خاطر این باشد که فردی استمنا بکند، یا به خاطر این باشد که به تعبیر عامیانه کسی شیطانی بشود، احتلام بشود، در خواب منی خارج بشود، در تمامی این موارد غسل بر انسان لازم هست. پس بنابراین 3 مورد قبلی به اتفاق نجس هستند، وضو را میشکنند و لباس را نجس میکنند و کافی است که وضو بگیرد و پاک میشود. لباس را هم باید پاک بکنند. مورد 4 هم شکننده وضو هست و حدث اکبر هست، یعنی تنها با وضو کفایت نمیکنه، دوباره به اصطلاح طهارت حاصل نمی شود، حتما باید غسل بکند. چه این که این در واقع در بیداری باشد خروج منی، یا در خواب باشد، یا به صورت عمدی باشد، یا به صورت غیر عمدی باشد، یا به صورت جماع باشد، در تمام این موارد جز شکننده های طهارت هست و انسان باید برای حصول طهارت در مورد 4
در واقع باید غسل بکنن. اما از نظر حکم نجاستش برخی از فقها نظرشون بر این است که منی پاک هست، برخلاف 3 مورد قبلی. عرض کردن جمهور علما مانند احناف معتقد بر نجاستش هستند، اما با توجه به روایاتی که در این زمینه اومده، روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها است که میفرمایند که من گاهی وقتی لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم رو میشستم یا اثرش باقی موند یا وقتی خوش میشد اون رو به هم میمالیدم. اگر واقعا نجس می بود با مالیدن لباس به هم دیگر در واقع پاک نمیشد و این دلیل بر طهارتش است. اما برای خروج منی به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت نظرشون بر این است که غسل بر انسان لازم می شود. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که کانال های افغانی سریال های مبتذل نشر میکنند و مادرشون و همشیرهشون نگاه میکنن. گفتن و وقت رخ میده که به مادر یا همشیرهشون میگوین که نگاه نکنید، اما آنها قهر میکنن، ناراحت میشن. آیا به خاطر قهر کردن مادرشون گناهکار میشن یا نه؟ نه، در صورتی که ایشون هدفشون امر به معروف هست و نهی از منکر هست و در صورتی کسی ناراحت بشود شما گناهکار نمیشوید و این حقوق والدین یا نافرمانی پدر و مادر در واقع شمرده نمیشود. شما موظف هستید از نظر شرعی وقتی که مرد خانه هستید یا پسر خانه هستید باید در حدی که در توانتون هست امر به معروف و نهی از منکر بکنید. افراد خانواده را با اسلوب مناسبی، با روش‌های خوبی به نیکی و التزام به شریعت دعوت بدهید و از کارهایی که جز منکرات و گناهان هستند اونها رو در واقع منع بکنید. منتها در این زمینه شما باید با نهایت لطافت و نرمش این کار رو تا جایی که برای شما میسر هست این رو انجام بدهید. این که یک مرتبه گفتید قبول نکردن، این وضعیت مسئولیت شما رو منتفی نمی کند. باز هم شما مسئول هستید. با یک روش اگر نشد روش‌های دیگری رو انتخاب بکنید و تا اینکه نهایتاً بتوانید که بر خانواده خودتون تأثیر بگذارید تا اینکه انشالله همه پایبند احکام شرعی باشند و از دیدن مواردی که خلاف شرع هست و خلاف اخلاق هست انشالله پرهیز بکنند. انشالله. جزاکم الله خیر. نکاح مسیار چیست و آیا جایز است؟ نکاح مسیار در اصلش یعنی هیچ گونه تفاوتی با نکاح اصلی ندارد. نکاح اصلی که همون ازدواج رسمی هست و نکاح مسیار از نظر اصلشون هیچ گونه تفاوتی با هم دیگر ندارند. یعنی نکاح مسیار هم مانند ازدواج شرعی تمام شروطش وجود دارند. تمام شروطش در واقع وجود دارند. یعنی هم پسر رضایت دارد، هم دختر رضایت دارد، هم ولی هست و هم شاهد وجود داره و هم عقد شرعی در واقع خوانده می شود. هیچ چیزی از نظر ظاهری کم ندارد و به خاطر این از نظر اصل جایز هست. از نظر اصل ازدواج مسیار یا نکاح مسیار جایز هست، اشکالی نداره، زیرا که شروط کامل هستند و هیچ گونه موردی کم نیست. منتها تفاوتش با موارد دیگر در این است که در ازدواج مسیار زن از برخی از حقوق خودش تنازل میدهد. زن برخی از حقوق خودش را تنازل میدهد. به طور مثال مثلا زن میگوید که من نیازی به خانه ندارم، خودم خانه دارم و خانه نمیخوام. یا اینکه زن فرض کنیم که میگوید که من نیازی به این ندارم که شوهر هر شب یا در نوبتی که مشخص هست پیش من بیاد، من فقط میخوام که به طور مثال اسمم به یک مردی باشه، مردم بفهمند که فلان زن مثلا ازدواج کرده باشه. هر وقتی که شوهر در واقع توانست یک سری به این زن بزند، وقتی که خود زن تنازل میدهد از حق خودش، فرض کنیم که از نفقه خودش یا از مسکن خودش یا از حق مبیت خودش تنازل میدهد، این حق زن هست. تمامی این موارد، هم مهریه، هم مبیت و هم مسکن و هم نفقه، خرج و مخارج زن، اینها حق اختصاصی زن هستند. اگر زن این حقوق خودش را بر شوهرش معاف کرد و گفت من این موارد را نمیخوام، من خودم این موارد را دارم، هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد. و نمونهش هم در مورد اینکه زن میتواند حقوق خودش را معاف بکند بر شوهر خودش، مانند حضرت سوده رضی الله تعالی عنها، ام المؤمنین سوده رضی الله تعالی عنها
در آخر نوبت شب خودش رو بخشیدن به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول نوبتی که داشتن 2 شب پیش حضرت عایشه بودند. یک شب نوبت اصلی خودشون بود و یکی هم نوبت حضرت سوده رضی الله تعالی عنها بود که اینو بخشیده بودند به حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها. پس بنابراین از نظر شرعی زن میتواند که از برخی از حقوق خودش تنازل بکند و این اشکال شرعی ندارد. اما ازدواج چون که با رضایت طرفین انجام گرفته، چون که ولی هم حضور دارد، شاهد هم وجود دارد، عقد شرعی هم خوانده شده، از نظر شرعی خود این ازدواج اشکالی رو نداره. اما به خاطر برخی از موارد مثلا میبینیم که این ازدواج شاید در برخی از جاها باب شده باشه. به طور مثال در برخی از شهرها و جاهایی که دخترهای ازدواج نکرده زیاد هستند، میخوان به این طریق ازدواج بکنن، یا این که در صورتی میبینیم که در یک جایی زنان راضی نمیشن به خاطر تعدد زوجات اینو قبول نمیکنند، مرد مجبور میشه از این رو که نیازی رو داره مجبور است که برود ازدواج مسیار بکنه، یا احیانا بعضی از مردها هم به خاطر فرار از نفقه زیرا که از نظر مادی شاید کمبود داشته باشن به این گونه موارد روی می آورند. به هر صورت زمانی که زن و شوهر با هم دیگر به رضایت برسند و زن برخی از حقوق خودش را معاف بکند و تنازل بدهد، این ازدواج از نظر شرعی درست است و اشکالی رو هم نداره. منتها نباید یعنی باب سوء استفاده افراد در واقع افرادی که دنبال هوا و هوس هستند قرار بگیره. مدتش مشخصه؟ نه، این مدتش کمون یعنی ازدواج اصلی هست، یعنی برخی یعنی مدتی مشخص نشده، یعنی در وقت ازدواج عرض کردم که دقیقاً همان ازدواج اصلی هست، تنها تفاوتش این هست که زن از برخی از حقوق خودش تنازل میکند. اگر وقت و مدت رو تعیین بکنند که همون ازدواج متع هست کن از نظر اهل سنت و الجماعت قطعاً حرام هست و هیچ کدام از مذاهب اهل سنت و الجماعت چنین چیزی رو جایز نمیدونند. همان ازدواج اصلی هست، منتها فرض کنیم که زن نفقه نمیخواهد یا نوبت شب خودش رو نمیخواهد یا اینکه مسکن نمیخواهد، این موارد رو تنازل میدهد و در اصلش این از نظر شرعی جایز هست. جزاکم الله خیر. روح انسان با روح حیوان چه تفاوتی دارد؟ سوال بعدی بیننده در این زمینه است. والله اعلم. نقول الروح من امر ربی و من در این مورد چیزی نمیدونم. درست. جزاکم الله خیر. آیا خونی زیاد وضو رو باطل میکنه یا نه؟ در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خون یکی از شکننده های وضو شمرده می شود و در مذاهب دیگر اهل سنت و الجماعت در مذهب امام احمد ابن حنبل و بقیه مذاهب این رو جز شکننده های وضو نمیدانند به خاطر روایاتی که در این زمینه اومده که حسن بصری رحمت الله علیه میگه که ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتهم، مسلمانان در زمان قدیم با زخم های خودشون نماز میخوندن، یعنی معنی این هست که یعنی خون از بدنشون خارج میشد و وضو نمی گرفتن. اما اگر کسی به خاطر احتیاط بر بیشتر بر مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به طور مثال اگر هست وضو بگیرد، این اولاتر و بهتر هست. اما در مذاهب دیگر اهل سنت و الجماعت با توجه به روایاتی که در این زمینه اومده و همچنین 2 موردی رو که در یکی از جنگ ها 2 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم مشغول نماز بودند که دشمن حمله کرد و اون کسی رو که نگهبان بود زخمی شد، اما با وجودی که زخمی بود نماز خودش رو نشکست. معلوم می شود که با خروج خون وضو در واقع نمیشکند. اما در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بنابر این که نجس هست خون و با خروج نجاست تفاوتی نداره که از راه طبیعی باشه یا از راه غیر طبیعی، گفتند که خون جز شکننده های وضو هست. منتها حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این عمومیت ندارد، یعنی خروج خون به صورت کلی عمومیت ندارد. اگر این خون از سبیلین خارج بشود، یعنی از راه جلو یا عقب خارج بشود، این مورد اتفاق هست که شکننده وضو هست، تفاوتی نداره
داره که از راه جلو باشه یا از راه عقب باشه. به اتفاق علما این جز شکننده های وضو هست. اما در صورتی که از جای دیگری از بدن خارج بشود، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه حتی مواردی استثناء شده. به طور مثال گفتند که اگر در یک جایی از بدن انسان زخمی باشد و به زور آن را فشار بدهد که چرکی یا مقدار خون خارج بشود، این وضو رو باطل نمیکنه، زیرا که این خارج نشده، این بیرون کرده شده، خارج نیست و به زور اینو بیرون کردن. یا در صورتی که خارج بشود و منتها حرکت نکند، یعنی به ظاهر پوست نرسد، یعنی به اندازه نرسیده که جریان پیدا بکند، باز هم گفتند که جزء شکننده های وضو نیست. یا در موردی که فرض کنیم دندان کسی خون بیاید و خون به اندازه کمی باشه، به گونه‌ای نباشه که بر آب دهان غالب باشه، در این صورت هم در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وضو باطل نمی شود. اما در صورتی که خون زیاد از بدن از جای دیگر خارج بشود، از زخمی خارج بشود، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این جزء شکننده های وضو شمردند. جزاکم الله خیر. ببینید بعدی سوالشون گفتن که آیا ناس یا همون نسوار روزه را باطل میکند یا نه؟ ولی ناس جزء مواردی هست که یعنی در دسته‌بندی جزء به اصطلاح مواد مخدر و نشه کننده هست. به هر صورتی که استفاده بشود، چه از طریق بینی باشد یا گذاشتن زیر لب باشد، این در واقع یک نوع مواد نشه آوری هست و جزء مواد مخدر شمرده می شود و شکننده روزه هم هست. درست. جزاکم الله خیر. حکم دوبار اذان گفتن در جمعه چیست؟ اشکالی نداره اگر در جایی 2 مرتبه اذان بدن، زیرا که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 مرتبه اذان میگفتند. 2 مرتبه اذان گفتن یعنی یکی اذان هست و دیگری اقامه هست، یکی اذان و دیگری اقامه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روز جمعه وقتی که تشریف می آوردند مسجد، وقتی که بالای منبر می رفتند، حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اذان می گفتند. قبل از آن اذانی در روز جمعه گفته نمی شده و اذان دوم اقامه هست. بعد از این که خطبه تمام می شد، از منبر می اومدند پایین، دوباره اقامه گفته می شد که این به عنوان اذان دوم هست. اگر در برخی از جاها این گونه عمل می کنند، یعنی قبلا اذانی گفته نمی شوند و مردم به این عادت کردند که فقط 2 تا اذان هست، یعنی یک اذان و یک اقامه، هیچ گونه اشکالی نداره و این هم اصل سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اما در زمان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به خاطر توسعه مدینه و زیاد شدن کار و کسبها، در روز جمعه در وسط بازار هم اذانی گفته میشد. در وسط بازار اذانی گفته میشد تا اینکه مردم بفهمند که وقت نماز هست و آمادگی برای نماز گرفته بشه. و امروزه هم در اکثر جاها در واقع 3 اذان گفته میشود. یک اذانی قبلا گفته میشود و یک اذانی وقتی که امام بر روی منبر میرود و یکی همان اقامه هست. هر دو صورت از نظر شرعی جایز هستند و اشکالی ندارند. درست. جزاکم الله خیر. در نماز جهری خواندن سوره فاتحه برای مقتدی چه حکمی دارد؟ در صورتی که امکانش وجود داشته باشه که مقتدی سوره فاتحه رو بخواند، با توجه به روایتی که تو خود بیننده هم اشاره کردن که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تفعلوا الا بفاتحه الکتاب، در صورتی که فرد توانایی داشته باشد و فرصت داشته باشد. یعنی فرض کنیم که امام در بعد از گفتن تکبیر تحریمه وقتی که دعای استفتاح رو میخواند، دعای استفتاح طولانی رو میخواند، شما میتوانید که در این فاصله هم دعای استفتاح رو بخونید و هم فاتحه رو بخونید، هیچ گونه اشکالی نداره، باید بخونید. یا اینکه بعد از سوره فاتحه بالفرض این که امام توقفی بکنه، یک نوع سکوتی اگه داشته باشه که شما در این مورد بتونید در این وقت بتوانید که سوره فاتحه رو بخوانید، باز هم اولاتر بر این است که بخوانید. اما در صورتی که فرصت نشد، یعنی وقتی برای خواندن سوره فاتحه شما میسر نشد، اشکالی نداره و نمازتون درست هست و همون قرائت امام به عنوان قرائت برای شما هم محسوب خواهد شد. یعنی این گونه نیست که اگر کسی پشت سر امام نتوانست و موفق نشد که سوره فاتحه رو بخواند، نمازش باطل هست. اما در صورتی که شما در حالت انفرادی هستی، قطعا 100% باید سوره فاتحه را بخوانید. جزاکم الله خیر. بیننده باید سوال در مورد بدعت داشتن که سوال اولشون گفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است که کل بدعت دلاله و عمر رضی الله عنه فرمودن نعم البدعه در مورد مسئله ای. و سوالشون گفتن که از نظر شرعی آیا بدعت حسنه و سیئه هم وجود دارد یا نه؟ اصل قبل از این که یعنی بدعت رو تقسیم بکنیم به بدعت حسنه یا بدعت سیئه، باید مفهوم خود بدعت رو انسان مد نظر قرار بدهد.
مفهوم بدعت و معنی بدعت یعنی یک روش جدیدی رو انسان در دین ایجاد بکند به قصد تعبد و تقرب به بارگاه الله متعال. یعنی یک عبادتی رو که اصلی در دین ندارد، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده، یک فردی بیاد اینو به عنوان شعایر دینی و به عنوان احکام دینی و به عنوان مسائلی و ابزاری که انسان رو به الله متعال نزدیک بکند قرار بدهد و امید ثواب داشته باشد، این بدعت هست. یعنی بدعت در دین هست. هر گونه عملی که در دین ایجاد بشود به منظور تعبد، به منظور عبادت یا تقرب به الله متعال، این می شود بدعت. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت سنن نسائی فرمودند که کل محدثه بدعه، هر محدثه، هر امر نوپیدایی که در دین ایجاد بکنید این بدعت هست. و کل بدعت ضلاله و کل ضلالت فی النار، و هر ضلالتی هم عاقبتش در آتش جهنم هست. پس بنابراین اگر کسی در دین یک امری را ایجاد بکند که اصلی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نداشته، این می شود بدعت در دین. و موارد زیادی متاسفانه وجود دارد که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم اصلا وجودی نداشته، اما امروزه متاسفانه مردم اینها را ایجاد کردن به عنوان تقرب. به طور مثال مهمانی دادن بعد از وفات یک فردی که یک روزی رو تعیین بکنند، روز سوم یا روز 44 ماه، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده، به عنوان تقرب کسی این عمل رو انجام بدهد، این میشود بدعت در دین. یا التزام و لازم گرفتن دعا بعد از مکتوبات و بعد از نمازهای فرض، اینو لازم بدونند، جزء از نماز بدونند و اینو در واقع یک نوع تقرب حساب بکنند، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده. اگر التزام داشته باشند این جزء بدعت ها میشود و موارد دیگر. پس بنابراین بدعت یعنی ایجاد کردن یک موردی در دین به قصد تقرب که در دین یک اصلی رو نداشته باشد. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین اصلی رو وجود نداشته باشه. اما بقیه مواردی که هستند که جزء موارد عبادی نیستند، این نمیشود که اسمش را گذاشت بدعت، مگر این که بدعت لغوی باشند، یعنی یک چیز نو هست. انسان الان قبلا سوار چهارپایان میشدن، الان به جایش مثلا وسایل نقلیه هست. سوار شدن بر وسایل نقلیه بدعت نیست، زیرا که این بعد عبادی و تقرب به الله متعال نداره. یک سری از ابزار زندگی هستند که پیشرفت کردند و عوض شدند و به نیت ثواب کسی این کار رو انجام نمیدهد. پس بنابراین این مواردی رو، ابزار و وسایل زندگی رو که ایجاد شدند، اینها رو به هیچ عنوان انسان نمیتواند که بدعت بگید. یا به طور مثال اذان گفتن در بلندگو، خب قبلا نبوده، الان اذان میگن تا اینکه صدا بالاتر برود. خود این عمل فی ذاته عبادتی نیست، بلکه یک سببی هست برای اینکه این صدا به دیگران برسد. اینها را نمیتوان گفت که اینها بدعت هستند. هر بدعتی که در دین ایجاد بشود به معنی این که عبادتی را یا یک شیوه تقرب به الله متعال را در دین کسی اضافه بکند که در زمان رسول الله نبوده و از انجام این عمل امید ثواب داشته باشد، این میشود بدعت. مانند مواردی که متاسفانه وجود داره، بحث مولود و بقیه موارد که از این قبیل در واقع شمرده میشن. اما گفته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که فرمودن نعمت البدعة هذه، که در مورد نماز تراویح اینو گفتند که امام مالک و امام بخاری رحمت الله علیه این مقوله رو نقل کردند از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. این برمیگرده به یک معنی لغویش، معنی لغوی، یعنی صرفاً یعنی گویا که معنی لغوی در اینجا مراد هست، نه معنی شرعی. معنی شرعی عرض کردم که بدعت بدین معنی هست که یک عملی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده و اصلی نداشته، یک کسی بیاد در دین اضافه بکند. فرض کنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز شب اصلا نمی‌خواند، یا رسول الله صلی الله علیه و سلم در هیچ شبی در رمضان نمی اومدن با جماعت نماز نمی خوندن. اگر کسی می اومد این کار رو میکرد، خب یک بدعت در دین بود. اما نماز تراویح بگونی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه نماز قیام می خوندن و تا 3-4 شب اومدن در مسجد با نماز جماعت چیکار کردن؟ نماز خوندن. این دلیل بر جواز هست، یعنی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ابتدا این گونه بود که هر کسی میرفتن در مسجد و 2 نفر 3 نفر با هم دیگر نماز جماعت میخوندن. نماز تراویح رو که میخوندن در یک جماعت نبود، یعنی در یک مسجد فرض کنید یک گوشه یک نفر
نفر ایستاده بود و چند نفر پشت سرش، در گوشه دیگر یک جماعت دیگر بود و چند نفر دیگر پشت سرش. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اومد این کار کرد که اینها را جمع کرد بر یک امامی، یعنی به جای این همه امامی که هستند که اصل داشت در شریعت اسلامی، هم خواندن قیام اللیل ثابت هست از رسول الله و هم جماعت خواندنش ثابت هست، پس بنابراین هیچ کدام از اینها بدعت نیست. اما حضرت عمر رضی الله تعالی عنه به جای اینکه چندین جماعت باشه، چند نفر جداگانه نماز بخونن، اومد اینها رو جمع کرد، گفت یک نفر امام باشه و بقیه پشت سرش نماز بخونن و فرمودند که نعمت البدعه و هذه، منظورش این بدعت لغوی هست، یعنی این عمل ظاهری که دارد انجام میگیرد، وگرنه اصل نماز خواندن به عنوان نماز قیام در زمان رسول الله بوده، تایید دارد از رسول الله و حتی به صورت جماعت خواندنش هم در رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندند و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند که والذی ینامون عنها خیر من الذی یقومون، که اون قسمتی از شب را که میخوابند بهتر از این قسمتی هست که قیام میکنند. این اصل سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر این بوده که بعد از نماز عشا مردم میرفتن در خونه استراحت میکردن و بعدش دوباره باز میگشتن برای قیام اللیل و تا نزدیک سحر نماز میخوندند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمودند که اگر آخر شب میخوندند بهتر بود، ثوابش بیشتر بود از این که اول شب میخوندند. اما به هر صورت این در واقع یک نوع بدعت لغوی هست و بدعت شرعی نیست، یک عبادت جدیدی نیست که در دین احداث کرده باشند. خود نماز جماعت یا نماز تراویح که اسمش بعداً تراویح گذاشته شد یا همون نماز قیام اللیل رو خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوندن. پس بنابراین وقتی که ما میگیم که بدعت هست، بدعت حسنه و سیئه وجود نداره. درست. وقتی که ما با توجه به تعریف بدعت گفتیم که بدعت یعنی روش جدیدی که به عنوان یک عبادت در دین ایجاد بشود که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده. این برمیگرده به قول رسول الله صلی الله علیه و سلم که کل محدثه بدعه و کل بدعه ضلاله و کل ضلاله فی النار. هر گونه شیوه جدید عبادی که در دین اسلام ایجاد بشود کسی پدید بیاورد بدعت هست و بدعت سیئه هست، بدعت هست و بدعت سیئه هست و به این منظور بدعت نمیتواند که بدعت حسنه قرار بگیره، زیرا که تمامی هر گونه ایجاد بدعت از نظر شرعی حرام هست. و گذشته از این اگر قرار باشه که راه رو باز بکنیم که هر کسی به صلاح دید خودش بیاد یک موردی رو در دین اضافه بکنه، دین میشود مجموعه اقوال همین فلان عالم و فلان عالم و فلان، فرض کنیم کسی که یک خوابی رو دیده یک چیز رو در دین اضافه کرده و در مقابل این بسیار از سنت های رسول الله صلی الله علیه و از بین میرن. اما اگر منظور به اصطلاح لغوی باشه، یعنی فقط از نظر لغوی نه معنی شرعی باشه، این اشکال شرعی نداره، میتونیم بگیم که فلان کار یک بدعت حسنه هست. اما بدعت شرعی که تعریف شرعی بدعت هست و تعریف اصطلاحیش هست به هیچ عنوان نمیتواند که بدعت حسنه باشه، زیرا که این به معنی متهم نمودن رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. کاری رو که رسول الله مشروع ندانستند، کاری رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عنوان یک تقرب و عبادت به ما معرفی نکردن، ما از طرف خودمون اضافه بکنیم، گویا که ما متهم کردیم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که ایشون دین را آنگونه که شاید و باید هست ایشون نرساندند. درست. جزاکم الله خیر بابت این توضیح مفصلی که دادین. در اینجا از اتاق فرمان خواهش میکنم دوباره شماره تماس بینندگان عزیز رو زیرنویس بکنیم تا چند سال دیگه هم بگیریم. و در موردنا بیننده بعدی هم پرسیدن که دوستشان فقط یک پا دارن یک پا دیگه ندارن، گفتن که از این کار سوء استفاده میکنن و پول جمع میکنند و برای اینکه پول جمع بکنند میرود به مساجد دیگه غیر از مسجدی که نزدیک محله خودشون است. حکم نمازی که میخوند برای پول جمع کردن چیست؟ اصل حکم تکدی و سوال کردن از نظر شرعی حرام هست. انسانی که کفایت قوت کافی داره، ایشون گفتن که پول دارم هست، این از نظر شرعی حرام هست و به هیچ عنوان نباید که دستشون رو پیش مردم سوال بکنند. و در روایت اومده که در روز قیامت سوال کردن از دیگران، یعنی دست رو دراز کردن پیش دیگران، کسی که این کار رو بکنه در روز قیامت به گونه‌ای میاد که در صورتش لکه‌ای هست، یا در روایت اومده به گونه‌ای در روز قیامت حاضر خواهد شد که در صورتش هیچ تکه گوشتی وجود نداره.
و حتی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نه اینکه از تکدی دوری میکردن، حتی در موارد عادی از همدیگر سوال نمیکردن. به طور مثال اگر لباس کسی فرض کنیم که چادر کسی یا چوب دستی کسی از دستش میافتاد، به هم بغل دستیش و به افراد دیگر نمیگفت که این چوب دستی رو به من بده. حتی اگر بر سوار بر اسب بودند یا سوار بر شتر بودند، خود شتر رو میخوابوندند و اون چوب دستی رو بر می داشتند، اما به کسی دیگر نمیگفتند که این کار رو برای من انجام بده. و روایت متعددی در این زمینه وجود دارد که تکدی و سوال کردن از دیگران از نظر شرعی حرام هست و جایز نیست. اما اینکه برای نماز به مسجد دیگری میروند به منظور این که در اونجا بروند یک چیزی مردم به اون بدن، خب این فرد وقتی که میرود هدفش از رفتن نماز نیست. ببینید، هدفش از رفتن نماز نیست، بلکه هدفش از رفتن این است که در اونجا برود مثلا تکدی بکند. خب به خاطر نماز نرفته. و در روایت اومده وقتی که انسان به خاطر نماز میرود این گامه هاش حساب میشوند و در مقابل هر قدمی که برمیدارد یک نیکی رو الله تعالی به انسان به عنوان یک نیکی حساب میشود. اما کسی که به نیتی دیگر غیر از نماز میرود این نیت را ندارد. اما وقتی که در اونجا رفت و در نماز جماعت شرکت کرد، خود نمازش از نظر شرعی جایز هست، اشکال شرعی نداره و فرضش ادا می شود و بری‌الذمه می شود. اما اگر هدفش تنها رفتن به برای جمع‌آوری کمک هست، با این نیت رفته، این مسیری که رفته، گامه‌هایی که زده، اینا جزء عبادت شمرده نمیشوند، حساب نمیشوند، اما اصل نمازش از نظر شرعی جایز هست و اشکالی نداره. درست. جزاکم الله خیر. تماس‌های بینندگان عزیز نیز آماده است و باز تکرار میکنم بینندگان لطف کنید سوالاتون مختصر باشه و از طریق گوشی تلفن با ما صحبت کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بیننده گرامی صدای شما وصله، بفرمایید. تماس بعدی بیننده بگیریم. الو. سلام علیکم، بفرمایید. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. ببخشید، یک دایی دارم، اصلا عقیده به نماز ندارد، نمازم نمیخونه و چند بارم برایش گفتیم چرا نمیخوانید، میگه اصلا خودش عقیده نداره، حتی به اولادای خودم میگه که نماز نخونید، در گناهی که شب روز قیامت جواب دیش مستیم. آیا با این شخص خودم رابطه داشتن، برای خونیش غذایش استفاده کردن جایز است یا نه؟ ارتباط دیگه سوال دیگه هم دارین؟ نه، تشکر میکنم. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. تماس بعدی بیننده بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. بله، السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستم. تشکر میکنم از برنامه خوبتان. سلام عرض میکنم خدمت شما و استاد گرامی شما. سلامت باشید، در خدمت شما هستم. یک سوال داشتم. بفرمایید. درباره سجده تلاوت. بله، سجده تلاوت. بله، درباره سجده تلاوت نیتش و کلا جزئیاتش مکمل اگه برای ما بیان کنید ان شاء الله. سوال دیگه هم دارین؟ نه، تشکر از لطفتون. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. تماس بعدی. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت شما هستیم. برادر یک چند سوال داشتیم. بفرمایید سوالتون. سوال این است که برادر که در سوره فرقان آیت 70 اومدگی است که کسی که مثال گناه کند بیاید توبه کند خداوند گناههای او رو میبخشد، و در سوره زلزال اومدگی است که آیه 7 و 8 کسی که به مقدار کمی که گناه کند جزایش رو میبیند، کسی که به مانند کمی که مثال نیکی کند جزایش رو میبیند. مشخص کنید مثال بعضی انسان های هستند که گناهشان بیشمار است، اگر آنها توبه کنند گناه آنها به نیکی تبدیل می شود یا که همین مختصرا میگوید. دوم سوال این است که در جای ما در سرهای قبر گوسفند کشته زخم گوسفند می شود و با آنها دلیل آورده می شود که مثال همین نکنه، مثال در دوره پیامبر خدا نکرده نمیرو میگویند که آیت قرآن دلیل میبرند که ما وقت این رو میکشیم نام الله رو میگیریم، کسی کی از کی نام الله رو گرفته نخورد. به همین دلیل میخواستم. درست، تشکر میکنم شما. تشکر زیاد برادر عزیز. درست، سلامت باش.
تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. یک دو سوال داشتیم استاد. سوال اولتون؟ حضرت آدم علیه السلام با چی زبان صحبت میکردن؟ ولی میفهمین؟ و سوال بعدی؟ چی کارا مثال چی کارا کنیم که مثال در وقتی وفات کردن کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله مثال بر زبان آدم آسان شود؟ درست. سوال دیگه ندارین؟ نه تشکر زیاد. سلامت باشین، تشکر میکنم شما. تماس بعدی بیننده. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. لطف کنید که بلندتر صحبت کنید. سوال شهریتون. سوال داشتم در رابطه با کفر گفتن. یک شخصی که در حالت غضب از زبانش کفر جاری شود، الفاظ کفرآمیز، چه حکم داره و چطور میشه؟ همین میشه توضیح بدین. و سوال دوم است که طلاق در حالت غضب چه حکم داره؟ آیا باقی میشه یا خیر؟ سوال بعدیتون چیه؟ متوجه سوال دوم شما؟ سوال دوم در رابطه با طلاق در حالت غضب. در رابطه با؟ در رابطه با طلاق در حالت غضب که اگر چندین طلاق بدهد. در رابطه چی چیزی این جمله در رابطه با؟ طلاق در حالت غضب؟ طلاق در حالت غضب. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستیم. عبدالصبور هستم از افغانستان. بفرمایید آقا عبدالصبور، سوال شهریتون لطفا. یک از جناب استاد سوال دارم که نمک و نان و خمیر اگر در زمین بریزه گناه داره؟ نمک و نان رو خمیر چطور؟ نان اگر در زمین زیر پایش گناه داره یا نداره؟ ها، زیر پا بزنیم. سوال دیگه هم دارین؟ یک سوال دیگه، اگر در بین در محفل عروسی چیزا سرشان لچ باشه در بین زنا پیش حکم داره؟ درست. تشکر میکنم شما. تشکر از شما. یک سوال دیگه هم دارم. استاد دمی مورد بدعت پیشتر گفت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باز 20 رکعت نماز خوانده، رسول الله مبارک صلی الله علیه و سلم 8 رکعت خوانده. این چی رقم میشه؟ درست. تشکر. سلام علیکم. سلامت باشین، تشکر میکنیم شما. بینندگان عزیز، در اینجا با هم یک میان برنامه هم میبینیم. دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشین. بعقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر. عرض سلام و خسته نباشید مجدد داریم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده از طریق سوال تماس تلفنی پرسیدن که آیا جن میتواند به انسان ضرر برساند و اگر میتواند راه در امان ماندن از شر و ضرر جن چیست؟ در این که جن وجود دارد هیچ گونه اختلافی در میان اهل سنت و الجماعت و علما وجود ندارد. آیات قرآن
در این زمینه صراحت دارد که الله متعال میفرماد و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را نیافریدم مگر برای این که مرا عبادت بکنند. یعنی این که جن هم یکی از مخلوقات الله متعال هست و مکلف هستند که الله متعال را عبادت بکنند. و همان گونه که در میان انسانها انسان نیکوکار و بدکار و صالح و فاسق وجود دارد، در میان جنها هم چنین مواردی هست. جنهای مسلمان وجود داره، جنهای کافر وجود داره، جنهای نیکوکار و بدکار و فاسقی وجود داره و امکان دارد که انسان رو در واقع ضرر و زیان برسانند و حتی ادعیه و دعاهایی که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده و اضافه بر این حتی تجربه‌ای که انسان‌ها در واقع دارند دلالت بر این می‌کند که جن‌های شرور می‌تواند که انسان‌ها را اذیت و آزار بکنند، مانند دعایی که مثلا در هنگام ورود به دستشویی انسان دعا می‌کند که اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، که از جن‌های نر و ماده به تو پناه میبرند، یا خود همین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم که شیطان هم جزء از جن‌ها هست. به این معنی هست که جن‌ها میتوانند که انسان را ضرر و زیانی برسانند و راه نجات از شر جن‌ها این است که انسان به الله متعال پناه ببرد و این اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بقیه آیات و اذکار و اوراد همیشه ورد زبان انسان باشد و بدین گونه الله متعال انسان رو از شر جن‌ها حفاظت می‌کند. در این زمینه دعاهایی وجود داره، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. در این اومده که هر کسی که این را بخواند تا 3 مرتبه بخواند جن‌ها نمیتوانند به اون ضرر و زیانی برسانند. یا دعای دیگری هست بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم. 3 مرتبه خواندن این خیلی موثر هست و خواندن قل هو الله احد بعد از هر نماز که رسول الله صلی الله علیه وسلم میخوندند 1 بار حداقل، و بعد از نماز مغرب و بعد از نماز فجر و نماز مغرب قل هو الله احد را 3 مرتبه خواندن و همچنین خواندن قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس بعد از نماز فجر و بعد از نماز مغرب 3 مرتبه خواندنش و خواندن آیت الکرسی. تمام اینها جز مواردی هستند که اگر انسان پایبند این موارد باشد انشاءالله که شیاطین جن نمیتوانند که به انسان ضرر و زیانی برسانند. و اضافه بر این به صورت کلی حفاظت و مواظبت کردن بر نمازها خیلی تأثیر دارد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که هر کسی که نماز عشا را با جماعت بخواند یا هر کسی که نماز صبح را با جماعت بخواند مثلا الفجر فی جماعت فهو فی ذمة الله، در ذمه و حفاظت الله متعال خواهد بود. به صورت کلی تمامی عبادات و تقربها به بارگاه الله متعال سبب می شوند که انسان از شر جن و شیاطین در امان باشد، خصوصا این ادعیه و اورادی رو که عرض کردم. جزاکم الله خیر. بنابراین برای گفتن به شهر برای کار میرن و لباسشون کثیف میشه، در همون لباس کثیف نماز بخوانن یا نماز رو قضا بخونن؟ کثیف بودن لباس اگر به معنی این است که در واقع تمیز نیست، نه اینکه نجس هست، بلکه گرد و خاکی بر روی لباسش نشسته باشه، لکه رنگی گچی سیمانی بر روی لباسش هست، از نظر شرعی نماز اشکال نداره، نماز درست هست. یعنی ولو اینکه انسان باید در هنگام نماز اگر برایش میسر هست بهترین لباس خودش را بپوشد، اما اگر در وقت کار هست و لباسش پاک هست منتها تمیز نیست، یعنی گرد و خاکی بر اون هست، گچ و سیمانی بر اون اصابت کرده، از نظر شرعی میتواند که در این لباس اگر لباس دیگری ندارد یا عوض کردن لباس برایش مشکل هست در محل کار، میتواند که با این لباس نماز بخواند و هیچ گونه اشکالی نداره و به هیچ عنوان جایز نیست که نماز را به تأخیر بیاندازد به خاطر اینکه لباسش مثلا کثیف است. اما صورت دوم بالفرض این که لباسش نجس باشد، بالفرض این که لباسش نجس باشد، مانند این که ادراری بر لباسش مثلا اصابت کرده باشد، تا باز هم تا حد امکان باید نماز بخواند، ولو این که مجبور باشد که مثلا دستمال خودش را یا تکه پارچی را روی بدن خودش بپیچد و نماز بخواند، باید این کار را انجام بدهد. و بالفرض که هیچ گونه لباس دیگری نداشته باشد و امکان نداشته باشد که لباس را عوض بکند یا اساسا لباس دیگری وجود نداشته باشد، نمیتواند که به منزل برود یا در جایی هست که هیچ گونه امکاناتی نیست، الان لباسش هم احتمالاً نجس شده
باشه یا مثلا شاید حتما هم نجس شده باشد و چاره دیگر ندارد به جز این که در این لباس نماز بخواند، کسی دیگری نیست که لباسی بهش قرض بدهد، در اون صورت باز هم باید نماز بخواند. به بهانه این که لباسش نجس هست نباید نماز را ترک بکند، با همون لباسی که هست ولو که نجس هست اگر میتواند تمیزش بکند، بالفرض اگر امکان تمیز کردنش هم نباشد، مجبور بود و هیچ گونه راهی نبود، باز هم نماز باید بخواند و در اون لباس نمازش صحیح است. درست. جزاکم الله خیر. بنابراین بعضی سوال در مورد این پرسیدن که آیا پیامبر به حضرت عمر بشارت به پیامبری داده است یا به حضرت علی رضی الله؟ بشارت به پیامبری رسول الله صلی الله علیه و سلم به هیچ کسی رو ندادن، بلکه در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من آخرین پیامبر هستم و آیات قرآن کریم هم در این زمینه صراحت دارند. منتها در روایتی هست که از نظر سندی بسیار از علما معتقد هستند که حسن هست این روایت، یعنی نه ضعیفه و نه در درجه بالای صحت هست، گفتند که حسن هست و این روایت رو امام احمد رحمت الله علیه آوردن و در مورد سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر پیامبری بالفرض می آمد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بودند. و یک روایتی هست که به معنی بشارت نبوت نیست، هیچ کسی از اهل سنت و الجماعت هم نگفتند که بشارت به نبوت هست، یعنی که نبی بعد از رسول الله عمر باشه، صرفاً به عنوان یک نوع فضیلت ذکر شده برای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و روایتش از نظر سندی هم حسن هست. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی سوالشون گفتن که پدرشون خانه‌ای داشتن که 6 اتاق داشت، یک اتاق را به عنوان مهر به خانم این شخص دادن و پدرشون فوت شده، عموشون خونه را کلا فروخته از مبلغ $120,000 که قیمت یک اتاق میشه $20,000. گفتن که الان ایشون میتونن این $20,000 رو به عنوان مهر خانمشون بدن، در حالی که گفتن 3 سال است که خانمشون با ایشون متارکه کردن و الان با هم جدا زندگی میکنن. این مسئله دو صورت داره. یکی این هست که ایشون ازدواج کرده باشند و پدرشون یکی از اتاقهای خونهشون رو یا یک بخشی از خونه رو به عنوان مهریه زن ایشون پرداخت کرده باشند، یا آیا این خانم ایشون این اتاق را قبض کرده یا اینکه قبض نکرده باشه، یعنی در اختیار خانم ایشان بوده یا نبوده. به طور مثال همون وقتی که ازدواج کردند بعداً اومدند و این اتاق رو تحویل این خانم دادند و عملاً این آقا و خانم در این خونه و در اون اتاق زندگی کردند، مال خودشون بوده، اینو کاملاً بهشون تحویل دادند. این یک صورت هست. و صورت دوم این است که گفتند که فلان اتاق مال شما هست و بهش تحویل ندادند و به اون خانم تحویل ندادند. تفاوت این دو تا مسئله در این هست که الان یک فرد سومی اومده و این خانه رو قبض کرده، یک فرد سومی که عموی این آقا باشه اومده و خونه را بدون رضایت خانواده فروخته یا حتی با رضایت خانواده هم فروخته باشه و پولش را تصاحب کرده به صورت ناحق. این پول حق عمو نبوده، عمو هیچ گونه سهمی رو در میراث نداره، زمانی که میت خودش فرزند داشته، پسر داشته و احتمالاً وارثان دیگری داشته، عمو هیچ گونه حق و سهمی رو در این مورد نداره و این مال را به حرام برداشته، یعنی حرام هست که این کار رو انجام بده و پولی رو هم که به دست آورده حرام هست، باید این پول رو به صاحبانش بازگرداند. الان تفاوتش در چی هست؟ اگر این خونه در ملکیت خانم نبوده، در ملکیت خانم نبوده، در ملکیت این آقا بوده که به عنوان وارث از پدرش هست، خانم ایشون از پدر شوهرشون ارث نمیبرند، بلکه این خانم ارث میبرند، این آقا ارث میبرند و این قسمت رو هم مشخص کرده بودند، سپرده بودند به این آقا، به شوهر سپرده بودند که این به عنوان مهریه زن تو هست، اما این قسمت مهریه رو به زن تحویل ندادند. از نظر شرعی این مرد باید مهریه رو به همون قسمت قیمتش رو یا عینش رو باید به زنش تحویل بدهد و خودش برود از عمویش بگیرد و خودش برود از عمویش بگیرد، زیرا که عموی اومده این رو فروخته. این در صورتی هست که خانم زمین رو قبض نکرده باشد. اما در صورتی که این زمین رو قبض کرده باشه، در حیات خودشون این خونه رو، اتاق رو داده بودن به همین زن و خانم و عملا اختیارش دست اون بوده و بعد از وفات صاحب خونه، صاحب اون برادر، عمو اومده و این خونه رو دوباره قبض کرده، یعنی این که این خونه رو از دست زن گرفته و فروخته. در این صورت خود زن باید مستقیما از اون عمویی که اینو رفته فروخته باید از اون
بگیرد و حقش رو از اون مطالبه بکنن. اما اگر حقش اساساً پرداخت نشده باشه، صرفاً مشخصش کرده بودن و قبض نکرده، این آقا باید این مهریه رو و اون خود اون اتاق رو یا همون $20,000 رو اینو به خانمش تحویل بدهد و در مقابل خودش باید این رو برود از عموی خودش بازپس بگیرد. جزاکم الله خیر. نماز اشراق با نماز ضحی آیا با هم فرق دارند و چند رکعت است و چه صورت است؟ همین برادرمون یک قسمت دیگری از سوالی رو که من یادداشت کرده بودم، سوالشون این بود که خانمشون با ایشون متارکه کرده، ایشونو توسط پلیس از خونه بیرون کرده و حاضر نیست که الان با ایشون زندگی بکنن. آیا مهریه تعلق میگیرد به این خانم یا تعلق نمیگیرد؟ در صورتی که طلاق نگرفته، نه یعنی آیا برگردنش میمونه یا نمیمونه، شوهر باید این مهریه رو بده یا از نظر شرعی مجاز هست که مهریه رو نگه داره به خاطر اینکه زن تمکین بکنه؟ از نظر شرعی شوهر میتواند مشروط، زن هم میتواند، زن میتواند اساسا مشروط بکنه، شرط بکنه در نکاح که من تا زمانی که مهریه رو کاملا در اختیار من قرار ندهید، من خودم رو در اختیار شوهر مثلا قرار نمیدم. اشکال شرعی نداره، باید این حقش هست، باید تحویل بگیره. و در مقابل هم در صورتی که شوهر این حق رو به اصطلاح مال در دستش هست، مهریه رو نداده باشه و زن هنوز تمکین نمی کند، میگه من راضی نیستم که با این شوهر به اصطلاح زندگی بکنم، شوهر میتواند این رو مشروط بکند، یعنی که در این مورد خلع بکنند. یعنی وقتی که زن طلاق میخواهد باید با همدیگر مصالحه بکنند، شوهر طلاق بدهد و در مقابلش زن از اون حق مهریه که دارد باید تنازل بدهد که اسمش هست که خلع هست، یعنی از حق مادی خودش بگذارد در مقابل این که مرد اون را طلاق بدهد. جزاکم الله خیر. نماز اشراق با نماز ضحی فرق دارد؟ نماز اشراق با نماز ضحی تفاوتی رو نداره. نماز اشراق اصل تسمیه شرعی که در این زمینه اومده همون صلات ضحی هست یا صلات اوابین، اون چیزی که در روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده نماز ضحی، صلات ضحی یا صلات اوابین هست و این نمازی هست که بعد از طلوع آفتاب خوانده می شود، بعد از اشراق خوانده می شود، چون که شروق به معنی طلوع آفتاب هست و برآمدن آفتاب هست. امروز معمولا میگن نماز اشراق، نماز اشراق یا نماز ضحی یا نماز اوابین، هر دو همهشون یک چیز هستند و تفاوتی نداره و وقتشون بعد از طلوع آفتاب هست. بعد از طلوع آفتاب یعنی بعد از این که قرص خورشید به صورت کامل طلوع می کند و تقریبا 10 یا 15 دقیقه از وقت طلوع می گذرد، این الان وقت خواندن نماز اشراق یا نماز اوابین یا نماز ضحی هست. تمام این موارد یکی هستن، وقتش بعد از طلوع هست، یعنی بعد از این که شما کاملا مطمئن باشید که الان آفتاب برآمده، الان آفتاب برآمده و یک 10 دقیقه یا ربع ساعتی گذشته باشد، الان وقت خواندن نماز اشراق و نماز چاشت و نماز ضحی یا نماز اوابین هست و وقتش تا قبل از زوال هست، وقتش تا قبل از زوال هست. در این فرصت هر کجا که بخونن از نظر شرعی اشکالی نداره و جایز هست و تعداد رکعاتش هم مشخص نیست، حداقلش 2 رکعت هست و به اختیار شما هست که 2 رکعت میخونید یا 4 رکعت میخونید یا 8 رکعت میخونید یا بیشتر میخونید. 2 رکعتش هم ثابت از رسول الله صلی الله علیه و سلم، در روایتی اومده از در صحیح مسلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در هر روز بر هر مفصل انسان صدقه لازم هست، باید صدقه رو بدهد و در روایت اومده که ویجزی عن ذلک رکعتان یرکعهما من الضحی، 2 رکعت صلات ضحی که بخواند به این معنی است که شکر تمام وجود خودش را در واقع ادا کرده، یعنی تمام بند و مفاصل خودش را ادا کرده باشه. روایت دیگری هم هست در این زمینه از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که در صحیح بخاری و مسلم اومده که ایشان میگن اوصانی خلیلی به ثلاث، رسول الله صلی الله علیه و سلم به من 3 مورد توصیه کردن که یک از این توصیه ها این بوده که در هر ماه 3 روز روزه بگیر و رکعتی از ضحی، 2 رکعت نماز ضحی. در این اومده که 2 رکعت نماز ضحی و توصیه سومش این بوده که و ان اوتر قبل ان انام، این که قبل از خواب وتر رو بخونم. این 3 توصیه بوده. از این روایت معلوم می شود که 2 رکعت نماز ضحی هم ثابت است، حداقلش همین 2 رکعت است. 4 رکعت هم اومده از روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که یکی از حضرت عایشه
سوال کردن کم کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصلی صلات الضحی که چند رکعت به عنوان صلات ضحی می‌خوندند. ایشون فرمودند که 4 رکعات و یزید ما یشاء، 4 رکعت و هر چی هم که بخواد اضافه می‌کرد، یعنی 4 رکعت هم ثابت هست. و در روایت ام هانی اومده که 8 رکعت هم رسول الله صلی الله علیه و سلم خوندن. و به اتفاق علما یعنی صلات ضحی اکثر ندارد، اقلش 2 رکعت هست و باقی ماندهش به اختیار شما هست. جزاکم الله خیر. تحصیلات شما کجا بوده؟ سوال است. اینم جز سوالات فقهی هست. تحصیلات حوزوی بنده در مدارس اهل سنت بلوچستان بوده، در مدرسه عین العلوم و حقانیه ایرانشهر و نهایتاً دارالعلوم مکی زاهدان. و تحصیلات دانشگاهی هم در دانشگاه امام محمد ابن سعود بوده که اصلش در ریاض هست. و تحصیلات بعد از آن هم در مقطع ارشد در دانشگاه جامعه اسلامی مدینه منوره. جزاکم الله خیر. انتحاری از نظر شرعی چه حکمی دارن؟ به نظر بنده اون ارزش ندارد و از نظر شرعی جایز نیست که انسان خودش را در واقع به تعبیرشون انتحاری انجام بدهد، یعنی که خودش را بکشد. این یک نوع خودکشی هست و خصوصا در مواردی که امکان دارد که در چنین اتفاقاتی مسلمان و کافر هم در واقع با هم کشته بشن. بالفرض اگر امکان داشته باشد که چند کافر کشته میشوند، در کنارش چندین مسلمان کشته میشود، به هیچ عنوان چنین عملی جایز نیست. کشتن یک برادر مسلمان یا یک چند نفر مسلمان به خاطر اینکه یک نفر یا چند نفر از دشمن کشته میشود به هیچ عنوان جایز نیست و خون این برادران مسلمان بسیار با ارزشتر از این است که در مقابل اینها ما بخوایم که چند برادر مسلمان را فدا بکنیم، به کشتن بدهیم به خاطر اینکه یک نفر کافر در واقع کشته بشه یا به خاطر مسائل تبلیغاتی. درست. جزاکم الله خیر. بنابراین بعدی گفتن که وقتی که انسان فوت میکند آیا روح جواب میدهد یا روح به جسم باز میگردد جواب دهد؟ در روایت اومده که وقتی که انسان از دنیا میرود روحش به طرف آسمان در واقع پرواز میکند. اگر انسان نیکوکاری بوده این روح بسیار خوشبو هست و حتی فرشتگان این رو احساس میکنند و میگویند این انسان کی هست و فرشتگان جواب میدهند که این فلانی فرزند فلانی هست که این بوی خوش از اون به مشام میرسد. و اگر انسان بدی بوده باشد روحش بدبو هست. و باز هم سوال اونو وقتی که دیگر فرشتگان سوال میکنند که این چه کسی از اون کسانی که روح رو قبض کردن و به آسمان میبرند، میگویند که این فلانی فرزند فلانی هست، این بدترین نامش رو در واقع ذکر میکنند و نهایتا روح به جسد بازگردانده میشود و از انسان سوال میشود. و بعد از آن وقتی که انسان مسلمان میبیند که در واقع اعمال صالحش در قلب پیرامونش هستند و مطمئن هست که به بهش میرود، میگه که یا رب اقیم الساعه، پروردگار قیامت را اقامه بکن. یا اگر انسان بدکاری بوده میگه که پروردگار قیامت رو برپا نکن. و سوال از روح و جسد هست و حیات برزخی یک حیاتی هست که کاملا متفاوت هست، یعنی آن رو نمیتوانیم که ما با معیارهای حیات دنیوی در واقع مقایسه بکنیم، همه چیزش کاملا متفاوت هست. درست. جزاکم الله خیر. یعنی باید گفتن که داییشون به نماز اعتقاد نداره و نماز هم نمیخونه و دعوت هم به نخواندن نماز میدهد. ارتباط با این شخص چیه؟ بله، کسی که ایمانی و اعتقادی به نماز نداشته باشد به اتفاق تمام مذاهب اهل سنت و الجماعت چون این فردی کافر هست. اگر کسی منکر وجوب نماز هست، خودش هم به خاطر انکار وجوب نماز نمیخواند و دیگران را هم منع میکند، چون این شخصی کافر هست، حکم یک فرد کافر را دارد. زنش از اون در واقع جدا هست، نمیتواند که با اون زندگی بکند، باید از هم دیگر جدا بشوند و ازدواج با چنین فردی جایز نیست و اگر که بمیرد نماز جنازه نباید بر اون خوانده بشود و در قبرستان مسلمانان هم نباید دفن بشود. درست. جزاکم الله خیر. 9 دقیقه وقت داریم و 10 تا سال دیگه دبر حالک بخور ما. سجده تلاوت به چه صورت؟ سجده
تلاوت یک سجده هست بعد از اینکه انسان به آیات سجده برسد و یک سجده هست فقط، یعنی تکبیر میگید میروید به سجده و تکبیر میگید از سجده بلند میشوید و در سجده تلاوت معروف ترین ذکرش همون سبحان ربی الاعلی هست یا هر ذکر دیگری را که بخوانید هم اشکال نداره و جایز هست. سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته، این بخوانید هم اشکال نداره، یا همون ذکر معروفی رو که در نماز میخوانید هم بخوانید باز هم جایز هست، اشکال شرعی نداره. چه در نماز باشید در غیر نماز، وقتی که به آیه سجده رسیدید باید سجده بکنید. درست. جزاکم الله خیر. میان بعد گفتن که در سوره فرقان آیه 70 گفته کسی که گناه کند و توبه کند خداوند گناهش رو میبخشد، و در جای دیگه هم در آیه سوره دیگه در آیه 7 و 8 گفتن که کسی که نیکی کند جزای نیکی و کسی که بدی کند جزای بدی. گفتن آیا توبه کسی که بکنه گناهش تبدیل به نیکی میشه یا نه؟ این دو تا سوره و دو تا آیه با هم دیگر تضادی رو ندارن. در سوره زلزله الله متعال این مطلب رو بیان کرده که الله متعال عادل هست و به هیچ عنوان بر انسان ظلمی رو روا نمی‌دارد. اگر به اندازه ذره نیکی بکند پاداشش رو خواهد دید و اگر بدی رو هم انجام بدهد در مقابل سزا و مجازات اون رو خواهد دید. این دلالت بر عدل کامل الله متعال و این که الله متعال به هیچ عنوان بر بنده ظلم نمی‌کند. این مطلب اومده که هر عملی رو که شما انجام دادید در روز قیامت مجازات خواهید شد و هر مجازاتی هم که میشید به خاطر اعمالی هست که شما انجام دادید، چه اعمال خیر باشند یا چه اعمال بد. و در سوره فرقان الله متعال در مورد عباد الرحمن مطالبی رو بیان میکنند، کسانی که به الله متعال ایمان دارند و بحث زنا هست که از زنا دوری میکنند و از قتل و بقیه موارد. و در ادامه الله متعال میفرماند که الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، که اون کسانی که توبه کرده باشند الله متعال هم توبه الا من تاب توبه بکنند، ایمان بیاورند و عمل صالحی انجام داده باشند، الله متعال سیئات اونها را به حسنات تبدیل میکند، یعنی بدیهای اونها را به نیکی در واقع الله متعال تبدیل میکند. و این تفسیری برخی از مفسرین این گونه تفسیر کردند که الله متعال تمام گناهانی رو که انجام داده اند گناهانشان را تبدیل به نیکی میکند. یعنی دقیقاً گناهی رو که در زمان جاهلیت انجام داده وقتی که مسلمان بشود، در تفسیر برخی از مفسرین این است که با توجه به ظاهر آیه این است که عین همان بدیهایشون در زمان وقتی که مسلمان بشوند تبدیل به نیکی می شود. یعنی هر مقداری گناهی کرده باشند با این شرایط که ایمان بیاورند و توبه بکنند، ایمان بیاورند و عمل صالح انجام بدهند، بدیهای زمان جاهلیت و زمانی که توبه نکرده بودند تبدیل به نیکی میشد. منتها امام المفسرین ابن جریر طبری رحمت الله علیه این تفسیر رو قبول ندارند و میگوید که الله متعال این انسانهایی رو که قبلا انسان بدکاری بودند، بدکاری اونها رو تبدیل به نیکوکاری میکنه، که در زمان قبلی بدکار بودند و کارهای زشت انجام میدادند و الان کارهای خیری رو انجام میدهند و اینو ترجیح دادند و فرمودند که امکان نداره که یک عمل در زمان جاهلیت عین کفر باشه، عین گناه باشه و خود اون عمل در زمانی که اسلام باشه عین ثواب باشه، چون این چیزی امکان نداره. پس بنابراین معنیش این است که الله متعال اون بدکاری اونها رو تبدیل به نیکوکاری خواهد کرد. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن کسانی که هستن که نظر میکنن و سر قبر و ذبح میکنن حیوانها را، خوردن گوشت این حیوانها خودشان یا بچه‌هایشان شد. ولی حیواناتی که سر قبرها ذبح میشوند یا سر پیر و زیارت ها در واقع ذبح میشوند، ولو اینکه به نام الله متعال باشه، اینها از نظر شرعی حرام هست، زیرا که به خاطر تقرب به اون مرده هست یا به خاطر نجات و خلاص شدن از شر جن ها هست و هر دو مورد شرک هستند و چنین گوسفندانی در واقع حرام و میته هستند و خوردن از گوشتشون هم جایز نیست. درست. جزاکم الله خیر. حضرت آدم علیه السلام به چه زبانی صحبت میکرد؟ این سوال هم نمیدونم. درست. سبحان الله. بیننده بعدی گفتن چه کارهایی و چه چیزی انجام بدهیم که بتونیم در وقت جان دادن و وفات لا اله الا الله رو بتونیم بر زبان بیاریم؟ به صورت کلی تمام عباداتی که انسان در واقع انجام میدهد اینها جز نشانه های حسن خاتمه انشاءالله خواهند بود. انسان نیکوکاری بکند، صله رحم را انجام بدهد، پایبند عبادات باشد و خودش این اذکار را در زمان حیات خودش و در زمان عادی همیشه تکرار بکند. انشاءالله که در زمان وفات هم الله متعال این
توفیق را به اون خواهد داد و این یک فضیلتی هست و بالفرض اگر مسلمانی با عقیده توحید از دنیا برود و بالفرض نتواند که در آخرین به خاطر مرگ ناگهانی لا اله الا الله را بگوید، باز هم مسلمان هست و عاقبتش به دست الله متعال هست. اگر با ایمان مرده باشد ولو اینکه در آخرین لحظه لا اله الا الله را نگفته باشد، باز هم از اهل بهشت ان شاء الله خواهد بود. ان شاء الله. جزاکم الله خیر. بر زبان آوردن الفاظ کفرآمیز در حالت غضب و خشم چه حکمی دارد و گفتن طلاق در حالت غضب چه حکمی دارد؟ به صورت کلی اگر غضب در حالتی هست که انسان به هیچ عنوان کنترل خودش رو در اختیار ندارد و نمیداند که چی میگوید، این کلمات کفر با گفتن کفر انسان در اون لحظه کافر نمی شود. اما به هر صورت انسان باید توبه بکند. در اون لحظه اگر کفری رو بر زبان انسان خارج شد و بعداً بهش گفتند که جمله کفرآمیزی رو گفتید، باید توبه بکند و از الله متعال طلب مغفرت بکند. و طلاق هم اگر در حالت یک عصبانیت عادی باشه، به اتفاق علما چنین طلاقی واقع می شود. اما اگر در من حالت شدت غضب باشه که هیچ گونه اختیاری رو نداشته و نمی توانسته تصمیم بگیرد، خیر و شرش رو نمی فهمیده، به تعبیر علما زمین و آسمان رو از هم دیگر تشخیص نمی داده، در اون صورت طلاق واقع نمی شود. درست. جزاکم الله خیر. برای گفتن که زیر پا قرار دادن نان و خمیر آیا گناه دارد یا نه؟ خود به صورت کلی تمام نعمت‌هایی رو که الله متعال به انسان داده، انسان باید قدر نعمت رو بداند و این که نانی را یا نعمتی رو انسان زیر پا بندازد یا دور بریزد، این در واقع کفران نعمت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند حتی لقمه‌ای رو که از دست شما میافتد بر روی سفره یا بر روی زمین میافتد، تا جایی که ممکن هست اینو دوباره بردارید، اون مواردی رو که قابل استفاده نیست دور بکنید و موردی رو که اون قسمتی رو قابل استفاده هست از اون استفاده بکنید که نمیدانید که برکت در کدام قسمت است. چه برسد به این که انسانی بخواهد که روزی را اهانت بکند و زیر پای خودش بیاندازد، که این از نظر شرعی کفران نعمت هست و جایز نیست. درست. جزاکم الله خیر. بعدی گفتن که زنها اگر در محفل زنانه سرشان لچ یا برهنه باشد آیا گناه دارد؟ اگر تنها زن هستند اشکال شرعی ندارد. اگر زن هستند همشون مسلمان هستند و یک جای فسق و فجور نیست، یا یک خودشون چند نفر خانم در یک جای محفلی دارند یا در خونه جمع شدن، اشکال نداره، میتونند که سرشون یا دست پاشون برهنه باشه، گناه نیست و این جزء عورت برای زن شمرده نمیشه در مقابل زنها. درست. و آخرین سوال بیننده گفتن که حضرت عمر رضی الله عنه 20 رکعت وتر خواندن یا تراویح و رسول الله صلی الله علیه و آله 8 رکعت، آیا این بدعت حساب؟ در روایت اومده که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دستور دادند که 8 رکعت نماز بخونند و همچنین ثابت شده که در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه 20 رکعت هم میخوندند. و با توجه به اختلافی که در این زمینه وجود دارد، قول جمهور علما این است که هر تعدادی از رکعات که بخوانند جایز است. رسول الله صلی الله علیه و سلم 8 رکعت میخوندند، منتها با کیفیت خیلی زیادی میخوندند تا نزدیک سحر اینو ادامه میدادند. اگر کسی 8 رکعت بخواند با این کیفیت هم بر سنت عمل کرده و اگر نمیتواند که با اون کیفیت بخواند، یک مقدار کیفیتش رو کمتر بکند و کمیتش رو بیشتر بکند، باز هم اشکال شرعی ندارد و از نظر شرعی جایز هست. درست. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. وقت برنامه تمام شد. از بینندگان عزیز نیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن و تا یک دیدار دیگر همه شما را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لأزيل الحيرة من أمري، فهنا علم وهنا نور وهنا منبع كل الفكر. نهر من فقه يتجلى بعقيدة صدق في صدري، لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر.